بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده عرفان هستم از کردستان جناب انصاری. آقا احسان از کردستان، برادر عزیز بفرمایید. حال شما خوبه برادر بزرگوار؟ سلامت باشید، الله متعال ستون کنه. قوت میگم شما و تمام دوستان در دوران شبکه وصال هست. سلام. آیه جناب انصاری، آیه قزمی رفته گل بیچینه، منتظرش نباشین. و آقای شریفی هم ساقدوشیشه. و این مسئله را خدمت شما عرض کنم که من بالاخره به حرف اینا 3 سال برنامه گذاشتن در مورد توسل که پیامبر صلی الله علیه و سلم میشنوه. من بالاخره قبول کردم این حرف از اینا، ولی آیا با شنیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما بهبه و چهچه میکنه، خوشحال میشه از اینه که ناموس تو دهن کسی بدان میندازین و انواع و اقسام توهینا رو بهش میکنین؟ آیا پیامبر از این عمل شما خوشحال میشه؟ خجالت من نمیدونم اینا حالیشان هست، حالیشان که نیست. اگر بود که خیلی وقت بود از دور رفته بودن. بله متاسفانه. ولی خدا هدایتشان بکنه. اگر قابل هدایت نیستن خدا نابودشان بکنه که خیلی ضربه به این ملت و این مملکت زدن. زنده باشید. آقا احسان بزرگوار، این روزا هفته وحدت است. هفته وحدت چه دستاوردی برای کردستان داشته در این 30 و چند سال؟ دستاوردش این بوده که جوانای ما منتظر اعدام هستن، دسته دسته در زندانهای رجای شهر و غیره هم، و نظران کسی رو به طرف اسلام و قرآن بیاره. کسی در حال تلاوت قرآن است دستگیرش بکنن، به عنوان وهابی برن منتظر الاعدامش بکنن، چندین سال در منتظر محاکمه باشه، آخرا با یه محاکمه دوغکی و آبکی حکم اعدام برایش صادر بکنن. این دستاورد هفته وحشت بوده برای اهل سنت کردستان. دیگه دستاورد دیگه ما ندیدیم از اینا که به نفع ملت و کردستان یا دیگر اقشار اهل سنت ایران باشه. جزاک الله خیر. تشکر آقا احسان بزرگوار. زنده باشین، خدا خیرتان بده. انشالله که با پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب بزرگوارش مشغول باشین همراه با ما انشالله. در و شما هم چنان. تشکر برادر. زنده باشین، خسته نباشید. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.